بچیم، تو میفهمی که برادر بامی بادرنگ زیاد کله خراب استه. باز هم من همراه پدرت گپ میزنم. پدر اولادا آمدین بخیر. کوچولو بچیم بگیر از دست پدرت برده خانبان. بگیر بچیم خانه ببر. پدر اولادا، بچه ما کوچولو عاشق دختر خاله گلپی شده، میگه خواستگاری بریم. مادر اولادا، خودت میفهمی که وضعیت ما خوب نیست و برادر بامی هم کله خراب است. من میفهمم که بادرنگ کله خراب است، اما ما امروی گلپی خواهرک گپ میزنیم جی بفهمیم که قبول کنه. درست است مادر اولادا، ما امروی گلپی خواهرک گپ میزنیم. مادر اولادا چی فکر میکنی؟ گلپی خواهرک قبول میکرده باشه یا نی؟ نه، من فقط از کله خرابی بادرنگ میترسم که باز کله او خراب نشه. سرخه خواهرک و بانجان برادر خوش آمدین. چی میخورین؟ چای یا انرژی الکوزی بیارم؟ گلپی خواهرک، الکوزی نمیخورم، فقط چای باشه میشه. بانجان برادر، شما چطور هستین؟ و کوچولو چطورست؟ خوب است؟ گلپی خواهرک من خوب استم و کوچولو هم خوب است. گلپی خواهرک، شما یک باغ دارین و در باغ انار دارین و ما آمدیم در باغ شما میدزدیم انار شما.